سلام. آیا میدونید چطور میشه سایز جوراب واریس رو تخمین زد؟ این راهنما میتونه برای تعیین اندازه مناسب هر نوع جوراب واریس برای شما مورد استفاده قرار بگیره. قبل از هر چیز نکات مهمی رو توجه کنید. اولین مسئله مهم اینه که بدونید بهترین زمان برای تخمین سایز مناسب جوراب واریس بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب هست. این کار باعث میشه که میزان تخمین زده شده در طول روز تحت تاثیر تورم قرار نگرفته باشه. از نکات مهم دیگه در تخمین سایز جوراب این هست که اندازه‌گیری باید در حالت ایستاده انجام بشه، چون طول صحیح‌تر به دست میاد. بدون فشار به پوست و به راحتی اندازه‌گیری کنید. به هیچ عنوان برای اندازه‌گیری روی جوراب یا شلوار این کار رو انجام ندید. دور مچ پا، ساق، ران و ارتفاع اون برای اندازه‌گیری مناسب ضروری هستند که میتونه در سایزبندی جوراب‌های مختلف متفاوت باشه. برای اندازه‌گیری درست در دور مچ سعی کنید دور مچ پا رو در باریک‌ترین نقطه اون اندازه‌گیری کنید. برای اندازه‌گیری ساق پا در پهن‌ترین نقطه اون اندازه‌گیری میشه. دور ران رو هم در پهن‌ترین نقطه اندازه‌گیری کنید.